سلام و عرض ادب مجدد خدمت رسیدیم. عرض ادبی بکنیم، یه تحلیل سیاسی بکنیم و خداحافظی کنیم. عرضم خدمت شما که الان چند وقته تا به امروز گیر و داد تحلیلگرا همه تو فکر اینن که آقا این با آمریکا وارد جنگ میشه ایران یا نه. عرضم خدمت شما که من زمان جنگ اسرائیل رو گفتم جنگ میشه، ولی این به بعد میگم آقا جنگ نمیشه، اینا صلح میکنن. چرا؟ دلیلش اینه که اگر این اغتشاشات اخیری که رخ داد و باعث مرگ خیلیا شد، حالا 2000 نفر 10,000 نفر تا حالا 30,000 نفر هم میگن، اگر این اتفاق نمیافتاد 100% با ایران وارد جنگ میشد آمریکا. اینو برمیگردونیم به گذشته، زمانی که یه بار تهران اومد گفت من 12 تا نقطه ایران رو هدف قرار میدم و اون شب همه حکومت نظامی شد و اون شب یک هواپیمای اوکراینی رو اینا به اشتباه زدن، نابودش کردن. چند سبای گذشت که یکی از همین سیاستمدارا اومد نشست توی برنامه صدا سیما گفت اگر این هواپیما این اشتباه انجام نمیشد، این اتفاق نمیافتاد، ما 100% با آمریکا وارد جنگ میشدیم، یعنی آمریکا به ما حمله میکرد. پس بنابراین اینو بذارید پای همون اغتشاشات. اگر اغتشاشات نمیشد، کشته نمیداد، 100% جنگ میشد. پس بنابراین جنگ نمیشه و امشب هم صلح برقرار میشه با یزید.